به مجموعه خبری ساعت 10 از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: تأکید روسیه بر گسترش روابط با افغانستان. ولادیمیر پوتین میگوید روابط با افغانستان ضروری است. میخواهد که به یک نحوی از لیست سیاه اسامی طالبان را دور کنه، اما در اصول ملل متحد چون پابند است این کار بسیار به احتیاط پیش میبره. انتقال 100 جسد مهاجر افغان از ایران به نیمروز در 2 ماه پسین. نزدیکان شمار از این مهاجران جان باخته از حکومت سرپرست خواستار جلوگیری از بدرفتاری و تیراندازی بر مهاجران افغان از سوی پلیس ایران هستند. تقریبا په 2 میاشتو کې به داسې تللي وو تر 100 جنازې موږ ته نن راغلي. ځکه کله په ورځ کې 15 جنازې، کله 3، کله 1، کله بیا نه. رد افزایش 30% تریاک در افغانستان از سوی امارت اسلامی. پیشتر سازمان ملل گفته بود کشت تریاک در افغانستان در مقایسه با سال پار میلادی 30% افزایش یافته. په وار د دې سره د نږدې هم مجلسونه کړي دي او موږ دا دې ثابته کړې ده چې د افغانستان په ټولو ساحاتو کې اوس د تریاکو کښت نشته. و آغاز آتش بس میان حزب الله و اسرائیل. سازمان ملل، اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر استقبال کردند. به نام خدا و سلام بر شما. من شمس امانی تا 1 ساعت دیگر میزبان این برنامه خبری هستم. کاخ کرملین در وضاحت به بیرون ساختن نام امارت اسلامی از فهرست سیاه این کشور میگوید نیاز است این کار روند رسمی خود را بپیماید. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین همچنان به نقل از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روابط روسیه با افغانستان را ضروری خوانده و بر گسترش آن تأکید ورزید. پیشتر دبیرکل شورای امنیت ملی روسیه در دیدار با مقامات امارت اسلامی در کابل وعده داده بود که در آینده نزدیک نام امارت اسلامی از لیست سیاه خارج خواهد شد. در ادامه اظهارات مقام‌های روسی پیرامون بیرون کردن نام امارت اسلامی از فهرست سیاه این کشور، سخنگوی رئیس جمهور روسیه در وضاحت به بیرون کردن نام امارت اسلامی از فهرست سیاه روسیه میگوید که نیاز است این کار روند رسمی خود را طی کند. دیمیتری پسکوف همچنان به نقل از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روابط روسیه با افغانستان را ضروری خوانده و بر گسترش آن تاکید ورزیده است. اوس چې لدې سیمې نه امریکا وتې ده، غرب لاس پرې شوې ده، نو روسیه او چین نه غواړي چې دومره نږدې کې د غرب د دوی دپاره موجود وي، ځکه د دوی د هر ډول پراختیا مخه نیولی کېږي، د چین د اقتصادي پراختیا مخه نیولی کېږي، د روسیې د سیاسي پراختیا مخه نیولی کېږي. این نخستین بار نیست که مقام‌های روس درباره بیرون کشیدن نام امارت اسلامی از فهرست سیاه این کشور سخن می‌زنند. بل پیش از این نیز مقام‌های امارت اسلامی به نقل از دبیرکل شورای امنیت ملی روسیه گفته بودند که او در سفرش به کابل گفته که این کشور در آینده نزدیک نام امارت اسلامی را از فهرست سیاه این کشور حذف خواهد کرد. د امریکا او د شرق یو رقابتي سیاستونه دي په دې سیمه کې، نو امارت اسلامي ته پکار ده چې سیاسي بیلانس باید وساتل سي او څنګه چې ساتلی ده نو باید مدبرانه د دواړو مقابل کې خپل سیاستونه مخ ته بوځي. میخواهد که به یک نحوی از لیست سیاه اسامی طالبان را دور کنه، اما در اصول ملل متحد چون پابند است این کار بسیار به احتیاط پیش میبره و قبل از قبل زمینه سازی هم میکند. با آنکه امارت اسلامی تاکنون در فهرست سیاه روسیه قرار دارد، اما تعامل دیپلماتیک و اقتصادی روسیه با حکومت سرپرست در 3 سال گذشته گسترش یافته و این کشور چندین نشست بین المللی پیرامون افغانستان را نیز میزبانی کرده است. سرپرست وزارت دفاع با عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل دیدار و پیرامون روابط میان دو کشور گفتگو کرد. مولوی محمد یعقوب مجاهد در این دیدار افغانستان و پاکستان را دو همسایه
دو همسایه خواند و افزود که کابل و اسلام آباد مشترکات زیادی با هم دارند و امارت اسلامی با حسن همجواری و احترام متقابل آماده همکاری همه‌جانبه در عرصه‌های اقتصادی، تجارتی و سایر موضوعات مشترک است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع، سفیر پاکستان نیز در این دیدار بر گسترش همکاری‌های مشترک و تقویت روابط دو جانبه تاکید کرد. در این دیدار سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان و پاکستان را دو کشور همسایه خواند و افزود که این دو کشور مشترکات زیادی با هم دارد و این اشتراکات و روابط پایدار میان دو کشور باعث شده است که امارت اسلامی با حس همجواری و احترام متقابل آماده همکاری همه‌جانبه در عرصه‌های اقتصادی و تجارتی و سایر موضوعات مشترک باشند. در مقابل سفیر پاکستان نیز بر گسترش روابط همکاری‌های مشترک و تقویت روابط دو جانبه تاکید کرد. در 2 ماه پسین نزدیک به 100 جسد مهاجران افغان از ایران به ولایت نیمروز انتقال یافته‌اند. به گفته مسئولان این ولایت، مرگ طبیعی، تیراندازی مرزبانان ایرانی و رویدادهای ترافیکی از علتهای جان باختن این مهاجران افغان در ایران گفته شده. در همین حال نزدیکان شمار از این مهاجران جان باخته از حکومت سرپرست خواستار جلوگیری از بدرفتاری و تیراندازی بر مهاجران افغان از سوی پلیس ایران هستند. این جسد بیجان احمد 22 ساله باشنده ولایت لغمان است که به هدف پیدا کردن لقمه نان راه غیر قانونی به ایران را در پیش گرفت، اما بر اثر شلیک نیروهای مرزبانان ایرانی جانش را از دست داد. یکی از بستگان احمد از حکومت سرپرست می‌خواهد که در گفتگو با مسئولان حکومت ایران جلوی افزایش این گونه رویدادها را بگیرند. دوی ماشومان لوي دوی دانه جلکان لوي خو ایران ته د مجبورې زی مجبور ده چې دغه بچیان ته مړ رزق نفقه یو څه ته پیدا کی یو مړ رزق لپاره واغسل د وی وشته په مرمۍ باندې ولې دې پښتنه ولې نه کی د چارواکو نه دا تقاضا ده چې باید پښتنه وشي. با این حال معاون والی نیمروز میگوید که در 2 ماه پسین نزدیک به 100 جنازه از مهاجران افغان از ایران به این ولایت انتقال داده شده است. مرگ طبیعی، تیراندازی مرزبانان ایرانی و رویدادهای ترافیکی از علتهای جان باختن این مهاجران افغان گفته شده است. تقریبا په 2 میاشتو کې به د 90 تر 100 جنازې موږ ته تخمینا راغلي، ځکه کله په ورځ کې 15 جنازې، کله 3، کله یو، کله بیا نه. نو دا چې ویلی شو په 2 میاشتو کې به له 90 تر 100 پورې جنازې او عوامل مختلف ډېر لږ په طبي مرګ او اکثره یا اعدام یا مرزي ساحو باندې د سرحدي عسکرو لخوا ویشتل شوي. بر بنیاد آمارهای مسئولان محلی نیمروز روزانه حداقل تا 5 جنازه از ایران به ولایت نیمروز انتقال داده می شود. این در حالی است که با شدت گرفتن اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت ایران هنوز هم روزانه صدها تن از شهروندان کشور به علت نبود کار و ناداری برای پیدا کردن کار از راه‌های غیر قانونی به ایران سفر می کنند. سازمان ملل میگوید کشت تریاک در افغانستان در مقایسه با سال پار میلادی 30% افزایش یافته. مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل همچنان بر سرمایه گذاری در بخش فراهم آوری کشت بدیل برای کشاورزان در افغانستان تأکید ورزیده. با این حال معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله با رد این گزارش میگوید در حال حاضر کشت مواد مخدر در افغانستان از بین رفته. دفتر مبارزه با مواد مخدر جرایم سازمان ملل در اعلامیه گفته که هرچند تولید تریاک در افغانستان در سالهای 2022 و 2023 کم بوده، اما تولید آن در سال 2024 به 433 تن می رسد. به گفته دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، این رقم نشان دهنده افزایش 30% نسبت به سال 2023 است. این پیام بر اساس تقابل سیاسی با حکومت سرپرست افغانستان هست. وقتی حکومتداری بر مبنای تطبیق شریعت باشه، کشت و زرع مواد مخدر طبعا که ممنوع هست. امیدوار هستم تقابل ها را از طریق گفتگو براش رای حل پیدا بکنند. مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در این اعلامیه همچنان بر سرمایه گذاری در بخش فراهم آوری کشت بدیل برای کشاورزان تاکید ورزیده است. که سال قبل کشت و زرع قاچاق مواد مخدر بسیار زیاد کاهش پیدا کرده بود. علت شامی بود که بعض دفاتر سازمان ملل متحد کمک به امارت اسلامی میکردند.
با این حال معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله با رد این گزارش میگوید که در حال حاضر کشت مواد مخدر در افغانستان از بین رفته است. دغه راپور چې کوم د ملل متحد خوا نشر شوی د موږ په کلکه ردوو. موږ په وار د دې سره د نږدې هم مجلسونه کړي دي او موږ دا د ثابته کړې ده چې د افغانستان په ټولو ساحاتو کې اوس د تریاکو کښت نشته. این در حالی است که رهبر امارات اسلامی در 14 ماه حمل 1401 خورشیدی در فرمان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در سرتاسر کشور ممنوع اعلام کرد. صفی الله رائد همچون رئیس تازه نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ گماشته شد. در برنامه معرفی او ضیاءالحق اکمل سرپرست معینیت نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ بر ارزش رسانه ها در کشور تأکید کرد و گفت رسانه ها پل ارتباطی میان مردم و حکومت است. او در بخش از سخنانش همچنان تأکید میکند که امارت اسلامی باید از بهر بهتر شدن فعالیت رسانه ها در کشور تلاش بیشتر کند. برنامه معرفی صفی الله رائد رئیس تازه نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ. رئیس تازه نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ بر همکاری با رسانه ها در کشور تاکید می‌ورزد و از رسانه ها می‌خواهد تا در فعالیت هایشان دقت را مد نظر گیرند. رسانه یقینا ډیر رول لري. تر هغه چې یو څه دقیق نه وي یو څه دقیق لغه ادرس خبره شوی نه وي دا اجازه هم نه لري او دا غیر مسلکی ده چې یو څوک هغه خبری ته یا بیزای شایعات ته هوا ورکی. از سوی هم سرپرست معینیت نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ در این برنامه بر ارزش رسانه ها در کشور تاکید کرده میگوید که رسانه ها پل ارتباطی میان مردم و حکومت است. ضیاءالحق اکمل در بخش از سخنانش همچنان تاکید میکند که امارت اسلامی باید از بهر بهتر شدن فعالیت رسانه ها تلاش کند. دغه معلومات دغه د دنیا حالات زموږ ساسو په ملک کې پرمختګونه نور موضوعات دوی د کم ځای نه اخلي خو د همدې رسنیو نه اخلي او شپه ورځ همدا راډیوګانې یا تلویزیونونه حد اقل ډېر ځایونو کې بیا تلویزیونونو امکانات هم خلکو سره نه برق نه راډیو خو اوري هغه ورسیږي. نو مقصد دا دی چې دغه رسنیو رول زموږ ساسې د هیواد په پرمختګ کې زموږ ساسې د خلکو د ستونزو په حلولو کې خلکو ته په بیلابیلو برخو کې د معلوماتو په ورکولو کې خورا زیات مهم پراخ و لوی ده. برخی از مسئولان رسانه ها که در این برنامه حضور داشتند بر حل چالش های رسانه ها و خبرنگاران در بخش حق دسترسی به اطلاعات و برخی از مسائل دیگر تاکید کردند. هغه ژورنالیستان چې نن دوی د خپل کورنۍ د پاره نشي کولای یوه ګلاب ډوډۍ حلال رزق ورته پیدا کړي د هغوی مشکلاتو ته هم د رسیدنې لپاره کار وکړو. زه چې ډېر ځورېږم د دغې ناحیې نه ځورېږم چې د ما ډېری همکاران مسلکان ما سره تماس نیسي. دوی وایي چې موږ ته د کار زمینه دغلته په دغه تاسو اداره کې کار کړي. در پایان این برنامه مسئولان وزارت اطلاعات فرهنگ از تلاش‌های بیشتر برای رسیدگی به چالش‌های رسانه‌ها در کشور نیز سخن گفتند. تا لحظات دیگر برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. سرپرست وزارت صحت عامه از منظور شدن بودجه برای ساخت 318 شفاخانه در سطح ولسوالی ها از سوی رهبر امارت اسلامی خبر داده. همزمان پروژه ساختمانی ایجاد مرکزهای تشخیصی شفاخانه انتونی و افغان ژاپن در کابل به همکاری جایکا و سازمان جهانی بهداشت در کابل به هزینه 100 میلیون افغانی گشایش یافت. پروژه ساختمانی ایجاد مرکزهای تشخیصی شفاخانه انتونی و افغان ژاپن در کابل گشایش یافت. سرپرست وزارت صحت در این مراسم گشایش افزود که تلاش‌ها از بهر متوازن‌سازی ارائه خدمات و ایجاد اصلاحات در راستای خدمات ثالثی در سراسر کشور جریان دارد. افغانستان د 400 شاوخوا ولسوالیونه مونږ په 92 ولسوالیو کې د ولسوالۍ د سطح شفاخانه چې د ایچو ته وایي هغې نه برخوردار یو نور سپینې ساحې دي یعنې د ولسوالۍ د سطح شفاخانه نه لري. امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه د خپل خاص مهربانۍ او شفقت له مخې په وسط سال کې مونږ ته د دغه شفاخانو دپاره چې 318 ولسوالیو کې شفاخانې جوړې شي بودیجه راکړه.
سخنگو این وزارت می‌افزاید که کار این دو پروژه شامل ساخت دو ساختمان، مجهزسازی آن و فعال ساختن سی‌تی اسکن در این دو مرکز تشخیصیه میباشد و هزینه آن به 100 میلیون افغانی میرسد. همزمان با این رئیس طب مالجوی وزارت صحت نیز از معیارسازی شفاخانه‌ها در پایتخت سخن زده و می‌افزاید که به زودی از بودجه این وزارت سیستم MRI نیز در برخی از شفاخانه‌ها فعال خواهد شد. لکه موږ او تاسو خپل خبرې په ټول افغانستان کې د بالخصوص د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې موږ یو د MRI ماشین نه لرو او په دې کال کې به ان شاء الله د دوه MRI ماشینونو د افتتاح شاهدان یو. در سوی دیگر رئیس شفاخانه ملی و تخصصی انتونی میگوید که این شفاخانه نیاز به بخش مراقبت جدی استاندارد دارد و با کمبود برخی از وسایل و دواها نیز مواجه است. د استاندارد جدی مراقبت یا آیسیون ندرلودل دا مو یو اساسي مشکل ده. معیاري سټاک د درملو او طبي تجهیزاتو لپاره نشتون دا مو بل مشکل ده. د دوا د لابراتوار ریجنت او طبي تجهیزاتو کمبود. سرپرست وزارت صحت تاکید کرد که در چندین سال پسین در راستای ارائه خدمات ابتدایی تلاش‌های زیادی در کشور صورت گرفته، اما نبود و کمبود خدمات ثالثی سبب شده تا بیماران از بهر درمان به بیرون از کشور مراجعه کنند. مسئولان محلی در هرات میگویند تا 6 ماه دیگر پس از اکتشاف روند استخراج معدن آهن ولسوالی پشتون زرغون این ولایت آغاز می شود. بر بنیاد آمارها 7 میلیون تن آهن در این معدن شناسایی شده و احتمال افزایش آن نیز وجود دارد. با آغاز مرحله استخراج آهن از معدن ولسوالی پشتون زرغون هرات به هزاران تن فرصت کار فراهم خواهد شد. اینجا معدن آهن ولسوالی پشتون زرغون در شرق شهر هرات است. ماه‌ها می شود که روند اکتشاف این معدن آغاز شده است. مسئولان محلی در هرات می گویند که تا 6 ماه دیگر روند استخراج این معدن آهن آغاز می شود. تکمیلی مرحله باندې کار شروع دی. دوی په عادي توګه باندې خپل کار ته دوام ورکوي. د اوس لپاره داسې یو مشخصه ستونزه دوی نه لرل. الحمدلله کارونه تر ډیره پورې ښه روان دي. در ولایت هرات هم از معادن سنگ مرمر، معادن سنگ رخام، معادن زغال سنگ، معادن مس، معادن سرب، معادن نمک، دیگه ساحات مواد ساختمانی تقریبا بالای 60 معدن است. بر بنیاد قرارداد میان وزارت معادن و پترولیم و شرکت پیمانکار قرار است در جریان 30 سال 142 میلیون دلار در این معدن سرمایه گذاری شود. به گفته مسئولان شرکت پیمانکار تا کنون 7 میلیون تن آهن در معدن آهن ولسوالی پشتون زرغون هرات تشخیص شده است. 7 میلیون انشالله ما فعلا نشان میده و بخش موضوع اکتشاف ما انقریب انشالله شروع میشه که موضوع افاری باز با افاری انشالله عمق معدن معلوم بشه. نقطه رودن 60 نقطه ما نقطه گذاری کردیم. در جریان این همی برنامه اکتشاف استخراج و تا پروسس و تا کامل ممکنه که طبق مطالعات ما کردیم حدود 10,000 انسان از باشنده های افغانستان وارد کار میشن. معدن آهن ولسوالی پشتون زرغون هرات نزدیک به 17 کیلومتر مربع مساحت دارد. ده‌ها تن از باشندگان محل در این معدن مصروف به کار شدند. از روز که می پروژه بشده خوشحالیم، رسیدگی میکنه با ما میاییم همینجا کار میکنیم، شب هم بریم به خونه بریم. روند اکتشاف معدن آهن ولسوالی پشتون زرغون هرات در حال ادامه دارد که سال گذشته مرحله اکتشاف معدن بزرگ آهن در ولسوالی غوریان این ولایت نیز آغاز شد. دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. سرپرست وزارت صنعت و تجارت در سخنانی در برنامه گوش‌های نمایشگاه حلال استانبول در ترکیه گفت که بهبود روابط بازرگانی با ترکیه و کشورهای دیگر مهم است. نورالدین عزیزی برگزاری این نمایشگاه را فرصت خوب برای نشست‌های دو جانبه، سه جانبه و چند جانبه جهت تسهیل تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری میان کشورهای همسایه و منطقه می‌داند.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت در گشایش نمایشگاه حلال استانبول در ترکیه میگوید که هدف اشتراک هیئت افغانستان در این برنامه ایجاد فرصت‌های جدید برای همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی میان افغانستان، ترکیه و منطقه و معرفی محصولات، تولیدات و خدمات حلال افغانستان به بازارهای جهانی و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به افغانستان میباشد. هیئت بلند رتبه کشور ترکیه دعوت رسمی به عمل می‌آید تا یک جا با سکتور خصوصی از افغانستان دیدن نموده و در یک نمایشگاه بزرگ در افغانستان محصولات تولیدی خویش را به نمایش می‌گذارد. شماری از بازرگانان نیز شرکت سکتور خصوصی افغانستان را در نمایشگاه حلال استانبول در گسترش و افزایش روابط بازرگانی با ترکیه مؤثر می‌دانند. از این نمایشگاه از 120 کشور وزرای تجارت و تاجرایشان بازدید میکنند. از همین خاطر این نمایشگاه برای سکتور قالین افغانستان خیلی اهمیت خاص داره. دا چې د وزارت صنعت او تجارت د خوانه لوړپوړی هیئت ترکیه هیواد ته سفر کړی، هلته په نمایشګاه کې دی سهم اخیستی، نمایشګاه نه دی نږدې نه لیدنه کوي د افغانستان صنعتکاران یا تجاران. دا د افغانستان د صنعتکار دپاره او د تجار دپاره دا ډېر زیات مفید تمامیږي. نمایشگاه حلال استانبول که از 27 تا 30 نوامبر ادامه دارد، بیش از 30 بازرگان از افغانستان در 8 غرفه محصولات کشور از جمله قالین، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، میوه خشک و بانکداری را به نمایش گذاشتند. دوباره خوش آمدید. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران گفته بازگشت مهاجران باید با حفظ عزت و کرامت انسانی انجام شود. او همین طور تأکید کرده که نباید به کرامت هیچ انسان توهین شود. این در حال است که پیش از این گزارش‌های گوناگونی از بدرفتاری با مهاجران در ایران پخش شده. همزمان امارت اسلامی از تلاش‌ها از بهر فراهم کردن سهولت‌ها به مهاجران بازگشته به کشور سخن می‌زند. اینجا یکی از ترمینال های کابل است، جایی که اکنون محل بود و باش برخی از مهاجران اخراج شده از کشورهای همسایه شده است. در میان این خیمه ها بازکی که خود با خانواده‌اش پس از 2 سال فراز و فرود زندگی در ایران تازه از آن کشور اخراج شده نشسته ایم تا درباره چالش های فراراهش برای ما حکایت کند. شوهرم که دوپورت که کردم دیگه مجبور شدم، بچه ها را گرفتم رفتم اردوگاه، تحویل اردوگاه کردم خودم، باز بچه را گرفتم آمدم افغانستان. ولی هم خواهشمندیم که یک چیز ناچیزی برای ما کمک کنن. 6 نفریم، هیچ نداریم. تازه رفته بودیم دوپورت آمدیم اینجا، نه خانه نه زندگی هیچی نداریم. اونجا بریم اولی کرایه ما پیسه میخواد که به ما پیسه بده، گفتن بالا خدا پایین آسمان دیگه هیچی نداریم دیگه. با این حال سخنگوی امارت اسلامی میگوید که تلاش می شود سهولت‌های بیشتر برای مهاجرانی که از بیرون به کشور میآیند فراهم ساخته شوند. مهاجرینی که از افغانستان در بیرون هستند و پس به کشور برمیگردند، طبیعی امارت اسلامی افغانستان بر از خدمات را مد نظر داره. کمیسیون جداگانه برای کار تعیین شده و حالا هم با 12 کمیته فعال است، خصوصا در دروازه‌های کشور زمانی که مهاجر نظر طرف وارد کشور میشن خدمات برشان ارائه. همزمان با این سخنگوی دولت ایران گفته که بازگشت مهاجران باید با حفظ عزت و کرامت انسانی انجام شود. او همچنان تاکید کرد که نباید به کرامت هیچ انسان توهین شود. در سوی دیگر سازمان بین المللی مهاجرت در یک گزارش تازه گفته است از 15 سپتامبر 2023 تا 15 نوامبر 2024 در مجموع 770,964 تن از مهاجران افغان از پاکستان اخراج شدند. در این گزارش همچنان آمده است که 12,468 تن از مهاجران افغان تنها از اول تا 15 نوامبر سال روان میلادی از پاکستان اخراج شدند که این رقم 2% افزایش را نشان می‌دهد. په دغه باره کې UNHCR د افغانستان او پاکستان حکومت ته پکار دي چې یو داسې ګډ میکانیزم او پالیسی جوړه کړي چې تر کومې نیټې پورې افغانانو ته په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ده، تر هغې پورې دوی ته هغه حقوق کوم چې په نورو اروپایي هیوادونو کې مهاجرینو ته ورکول کیږي. این در حال است که پیش از این وزارت مهاجران و عودت کنندگان از اخراج 150,000 مهاجر افغان از ایران، پاکستان و ترکیه خبر داده بود.
وزارت مهاجران و عودت کنندگان از رهایی 14 شهروند افغان از زندان پشاور پاکستان خبر می‌دهد. بر بنیاد اعلام این وزارت، این مهاجران از بهر نداشتن اسناد قانونی 3 ماه در زندان پشاور به سر بردند. همزمان شمار از فعالان عرصه حقوق مهاجران میگویند امارت اسلامی باید برای رهایی زندانیان افغان در کشورهای دیگر نیز تلاش بورزد. وزارت مهاجران و عودت کنندگان از رهایی 14 شهروند افغان از زندان پشاور پاکستان خبر می دهد. بر بنیاد اعلامیه این وزارت، این مهاجران از بهر نداشتن اسناد قانونی 3 ماه را در زندان پشاور پاکستان به سر بردند. نیاز هست برای رهاسازی و تبادله آن دست افرادی که در کشورهای مختلف زندانی هستند گفتمان‌های دیپلماتیکی برای آزادسازی آنها صورت بگیرد، خصوصا برای آن دست از افرادی که اقارب فامیلی ندارند و یا توانایی مالی برای گرفتن وکیل حقوقی مناسب ندارند. همزمان با این، شماری از فعالان عرصه حقوق مهاجران میگویند امارت اسلامی باید برای رهایی دیگر زندانیان افغان در کشورهای دیگر از تعامل دیپلماتیک فعال، حمایت حقوقی و قنسولی و جلب همکاری سازمان‌های بین المللی استفاده کنند. در این روزهای آخر 14 زندانی افغان از پاکستان آزاد شدند. امارت اسلامی باید برای آزادی زندانیان دیگر در کشورهای خارجی از تعامل دیپلماتیک فعال، حمایت حقوقی و کنسولی و جلب همکاری سازمان‌های بین المللی استفاده کند. این در حالی است که پیش از این وزارت مهاجران و عودت کنندگان امارت اسلامی گفته بود که 11,000 مهاجر افغان در زندان‌های ایران و پاکستان زندانی هستند. وزارت خارجه ایران گماشتن سفیر تازه ایران در افغانستان را یک امر عادی خوانده. سخنگوی این وزارت افزوده که با گماشتن سفیر تازه ایران در سیاست میان تهران و کابل هیچ تغییری به میان نخواهد آمد. این در حال است که علیرضا بیکدلی به تازگی از سوی وزیر خارجه ایران به عنوان سفیر تازه ایران در کابل معرفی شده. پس از گماشته شدن علیرضا بیکدلی به عنوان سفیر تازه ایران در افغانستان، اکنون سخنگوی وزارت خارجه ایران تغییر در مسئولیت‌ها را یک امر عادی خوانده و گفته است که سیاست ایران در قبال افغانستان تغییر نخواهد کرد. سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در افغانستان حافظ منافع ایران است در افغانستان، اما طبیعتا منافع ملی افغان‌ها را هم احترام باید بگذاره. بدون از اینکه در سیاست کدام تغییرات نبین. آقای قمی یکی از اشخاص نزدیک بود به امارت اسلامی افغانستان و فردی که به عوضش میآید او شاید آنقدر نزدیک نباشه. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی نیز به این باورند که تعیین سفیر تازه در افغانستان در پالیسی و سیاست‌های ایران تغییر چشمگیری به بار نمی آورد. عموماً پالیسی ها را رهبران حکومت ها تعیین میکنه و وزارت خارجه همان ملک ورد عملی میسازه. پس لحاظا یک امر عادی و امری است که همیشه پس از 2 سال و 3 سالی اتفاق میفته. علیرضا بیکدلی روز یکشنبه 3 ماه قوس سال روان خورشیدی به عنوان سرپرست سفارت ایران در افغانستان گماشته شد که پیش از وی حسن کاظمی قمی از سال 1400 هجری خورشیدی همچون سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران برای افغانستان کار کرده است. سالانه از باغ‌های املوک 16 ولایت کشور بیش از 12,000 متریک تن فراورده به دست می آید. وزارت زراعت و آبیاری می گوید در سالهای پسین علاقمندی باغداران به ایجاد باغ‌های املوک در کشور افزایش یافته، اما شمار از باغداران افزون بر فراگیری مهارت‌ها در بخش باغداری خواهان ساخت سردخانه‌های معیاری، توزیع کود کیمیاوی و جلوگیری از آفات نباتی هستند. سرگرم گردآوری زحمات باغداری خود است. صدیق الله باشنده ولسوالی خاص کنر ولایت کنر که در یک جریب زمین خیش باغ املوک ساخته میگوید نسبت به سال گذشته فراورده های املوک افزایش یافته است. او به خاطر رونق گرفتن بازار فروش املوک باغ خود که در تامین هزینه زندگی خانواده‌اش اثرگذار است ابراز خرسندی میکند. سلور اتیا بوټو پر اوس کال ول 100 کارټن کړي او سکه چې د تقریبا 2.5 او شا کارټن کوي یو کارټن ریټ شې 4.5 روپۍ افغاني قیمت دی بازار خو بازار دی. نو آینده کې غواړم چې زموږ د باغونو لپاره میوې لپاره د مارکیټ په برخه کې کار وشي، همدارنګه
سړی خونې ورته جوړې شي، د سور په باره کې خسرې موږ ته راکړل شي. سږ کال حاصلات ښه دي ماشاءالله د نورو کالونو په پرتله، خو موږ د حکومت نه دغه غوښتنه لرو چې موږ سره کومک وشي، موږ ته کال په کال مشورې راکړی شي. افزون بر کنر شمار زیادی از باشندگان ولایت‌های دیگر نیز باغ‌های املوک ایجاد کردند که نتیجه خوبی در پی داشته است. آنان افزون بر فراگیری مهارت‌ها در بخش باغداری، خواهان ساخت سردخانه‌های معیاری، توزیع کود کیمیاوی و جلوگیری از آفات نباتی هستند. هوا ډیره ګرمه وي دا پخیږي، او که ډیره هوا یخه وي دا خپله پخیږي. تاسو خپله د ونو کې وینئ، ګر چاپېره وینئ هوا دا څو ورځې کېږي سړه شوې ده، سړوالي نه ده اخسوی ده. من خپل یو جریب د امبولوکو باغ لرو. لغمان هوا د امبولوکو لپاره مناسبه ده. دولت نه مو هیله ده چې خلکو سره د امبولوکو په باغو جوړولو کې کومک وکړي. زما املوک چې کوم دی ماشاءالله ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، او دا ټول د دهقان په موټو باندې دار څه شوي دي. زمونږ د دولت نه دا هیله ده چې د دهقان سره لکه جدي همکاري وکړي په دې باره کې، لکه اوږه ورته ورکړي. از سوی هم وزارت زراعت و آبیاری از افزایش ایجاد باغ‌های املوک و علاقه‌مندی باغداران به این فراورده خبر می‌دهد. این وزارت آمار می‌دهد که همکنون در 16 ولایت کشور در 1328 هکتار زمین باغ‌های املوک ساخته شده که سالانه بیش از 12000 متریک تن از این باغ‌ها املوک به دست می‌آید. املوک په هیواد کې له هغه میوو څخه دی چې په تازه ډول ترویج شوي او د دهقانانو د علاقه‌مندۍ او د افغانستان اسلامي امارت د کرنې او اوبولګولو امالدارۍ وزارت د ملاتړ په برکت د دې باغونه او حاصلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. مجموعي زه تاسو ته وایم چې په کونړ کې به سږکال زموږ اټکل دا دی چې اوس موږ مارکیټ ته وړاندې کړي 15000 او 220 ټنه حاصل موږ لرو. بر بنیاد معلومات وزارت زراعت و آبیاری بیشتر فراورده‌های املوک از باغ‌های ولایت کاپیسا، لغمان، ننگرهار، کنر، خوست، کندوز و بدخشان به دست می‌آید که در بازارهای میوه فروشی سبب ایجاد تنوع میوه‌ها نیز شده است. شماری از باشندگان کابل از افزایش به پیشینه بهای چوب بلوط در پایتخت انتقاد دارند. این باشندگان میگویند یک خروار چوب بلوط را سال گذشته تا 9000 افغانی خریداری میکردند، اما امسال این مقدار نزدیک به 14000 افغانی افزایش یافته. در همین حال برخی از بازرگانان چوب مسدود شدن راههای انتقالی چوب بلوط به کابل از سوی حکومت را علت افزایش بهای آن عنوان میکند. اینجا یکی از بازارهای چوب فروشی ولایت پکتیا است، ولایتی که دارای جنگلات وافر طبیعی است. و گفته چوب فروشان این ولایت یک خروار چوب در این بازار به 10500 افغانی فروخته می شود. پروسه کال خلرګي وا په 1000 روپۍ په 9000 روپۍ چای تا زړه به وخت هغه خو وچ لرګي به سا کال دی د 1000 نه 1 تر 1000 پورې 19000 پورې. اما این سو در بازارهای پایتخت بهای چوب بلوط بسیار افزایش یافته است. شماری از باشندگان کابل که در این بازار برای خرید چوب آمدند از افزایش 6000 افغانی در هر خروار چوب بلوط نسبت به سال پار سخن میزنند و از مسئولان میخواهند که در زمینه کاهش قیمتهای چوب توجه کنند. پایین شدن نرخ چوب باید همکاری بکنه و چوبا را باید از اطراف بلا بکنه، مسئول سرشان کم بکنه که مردم بتانه خریداری کنه بتانه و ایجام کیا میاره مسئولشان بلند است و از اطراف نمیمانه که چوب مرکز بیاره. از این خاطر یا میگه که بریمانان نمیمانه چوب از ما بند کرده، از این خاطر چوب بسیار بلند هستند. با آنکه تاکنون مسئولان حکومت سرپرست درباره افزایش بهای چوب چیزی نگفتند، اما برخی از بازرگانان چوب میگویند که علت اساسی بلند رفتن نرخ چوب بلوط مسدود ساختن راههای انتقالی این چوب هاست. این بازرگانان می افزایند که در حال حاضر بازارهای فروش چوب از درختان قطع شده میوه‌های گوناگون پر شده است. امارات بند کرده چوبه، میوه‌ای را کار نداره، زردالو، شفتالو، همه چیز مکمل تازه میه. میوه ما شما خوب تر شده و کو بدون کدام واصله بدون کدام چیزی که اصلا جفتیده او زده شو آورده شو خوب است. پارسال که بلوط بود 8000 8500 بود، امسال خیلی قیمت است. این نرخشون پارسال که ما چوب مانده این 14000 فسته و این دیگه چوبا که است تو پارسال 5500 5000 روپیه بود، حالا در چوبش 7000 فسته. این در حالی است که چالش‌های اقتصادی در میان بیشتر شهروندان کشور از یک سو و بلند رفتن سرسام‌آور بهای چوب در فصل سرما از سوی دیگر زندگی را برای آنان دشوارتر ساخته است. معدن راه آهن وزارت معین
راه آهن وزارت فواید عامه که به ترکیه رفته قرار است در 34مین نشست منطقوی اتحادیه بین المللی خطوط آهن شرکت کند. در این نشست هیئت امارت اسلامی درباره فعالیت‌ها، دستاوردها، پروژه‌های ریلی تحت کار در افغانستان، اتصال خطوط منطقوی، پیشرفت‌ها و برنامه آینده شبکه خط آهن در افغانستان سخنرانی کند. پس از سفر هیئت وزارت فواید عامه به ایران، معین راه آهن این وزارت در رأس هیئت به ترکیه رفت. قرار است این هیئت وزارت فواید عامه در 34مین نشست منطقوی اتحادیه بین المللی خطوط آهن شرکت کند و درباره فعالیت‌ها، دستاوردها، پروژه‌های ریلی تحت کار در افغانستان، اتصال خطوط منطقوی، پیشرفت‌ها و برنامه آینده شبکه خط آهن در افغانستان سخنرانی کند. در این نشست پس از ارائه گزارش سالانه این اتحادیه درباره بهبود فعالیت‌های ریلی و ترانسپورتی، جلب سرمایه‌گذاری و دستاوردهای اخیر کشورهای منطقه، بحث و تبادل نظر نیز انجام خواهد شد. معین خط آهن وزارت فواید عامه امارت اسلامی افغانستان در این نشست پیرامون فعالیت‌ها، دستاوردها، پروژه‌های ریلی تحت کار در افغانستان، اتصال خطوط منطقوی، پیشرفت‌ها و پلان‌های آینده شبکه خط آهن در افغانستان سخنرانی می‌نماید. اتحادیه بین المللی خطوط آهن یا UIC یک اتحادیه حرفه‌ای بین المللی در عرصه ارتقای خط آهن و توسعه حمل و نقل ریلی می باشد که افغانستان در سال 2013 میلادی عضویت این اتحادیه را گرفته است. با گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری، شرکت هیئت امارت اسلامی در 34مین نشست منطقوی اتحادیه بین المللی خطوط آهن در جلب سرمایه گذاری ها در زمینه ایجاد و توسعه راه‌های آهن نقش کلیدی دارد. خط آهن منطقوی هستند، واقعا برای ما فرصت خوب هستند که در این رابطه صحبت‌های صورت بگیره و این منطقه دعوت شود که ما با کشورهایی که وصل هستیم، او کشورها امکانات و چیز دارن و خودشان هم ظرفیت ها داره و هم تجربه داره در خط آهن. باید خط آهن در افغانستان وصل شود. یکی جلب و جذب سرمایه گذاری به خاطر آهن که در اونجا بحث شود و ما وصل شویم مامرای دنیا، و دومی است که خصوصا اموال تجارتی ما با امو سیمانا و خصوصا در اروپا و در مملکت‌های دیگر وصل شویم. این در حال است که هفته گذشته نیز معین راه آهن وزارت فواید عامه در ایران با مقام‌های این کشور درباره توسعه زیرساخت‌های ریلی و افزایش انتقالات از طریق راه‌های آهن گفتگو کردند. شماری از زنان بیوه و معلول در بلخ که سرپرستی خانواده‌هایشان را به دوش دارند، نگران چالش‌های اقتصادیشان در زمستان پیشرو هستند. شماری از این زنان میگویند دیگر آنان آور ندارند و با چالش‌های زیاد دست و پنجه نرم میکنند. اما رئیس شهدا و معلولین بلخ از تلاش‌ها برای دستگیری خانواده‌های نادار در این ولایت اطمینان می‌دهد. نادره که از هر دو پا معلول است میگوید که به کمک عصا راه می رود و شوهرش نیز نابینا است. این زن که مادر 3 فرزند است، معلولیت خود و شوهرش از یک سو و فقر و ناداری از سوی دیگر چالش های اقتصادی آنان را چند برابر ساخته تا جایی که توان پرداخت کرایه خانه و تهیه مواد خوراکی برای فرزندانشان را ندارند. 3 تا اولاد دارم. شوهر من نابینا است. پای خود من متاسفانه اوگار است. نانوار خانه رم نداریم. دیگه چیز خانه در دست خودم است. دیگه زمستان سخت هم پیش روی داریم. با این حال یک نهاد مددرسان برای 350 خانواده که بیشترشان زنان و مردان معلول و بدون سرپرست هستند، بسته های مواد خوراکی توزیع کرد. خانواده های بی سرپرست و معلولین که توانایی کار را ندارند از دریافت این مواد خرسند هستند، اما میگویند که به علت رسیدن سرمای زمستان به کمک های بیشتر نیاز دارند. یک کیسه آرد 50 کیلویی، 10 کیلو ماکارونی، 10 کیلو برنج، 5 لیتر روغن برای 350 فامیل همیجا که ما دعوت کردیم برنامه ریزی کردیم. از دیگر رئیس‌ها تقاضا دارم از این زیادتر تمام کمک کنه. شوهر ما فوت کرده، خود ما 5 تا دختر داریم، یک عدد دختر 6 تا. یعنی خود ما هستیم از این مواد که برای ما داده از این بسیار خوش هستیم. یعنی اگر دیگه هم کمک میشه برای ما
زمستان است، ما نفر نداریم که ما سرپرست نداریم. رئیس شهدا و معلولین بلخ اما میگوید که در تمام ولسوالی های این ولایت خانواده های بی سرپرست، کودکان یتیم و افراد دارای معلولیت را سروی کردند تا از طریق نهادهای همکار برایشان کمک انجام شود. دلته زموږ په ولایت کې څونه مستحقین وي، خصوصا دغه قشر چې معلولین دي یا یتیمان دي، نو امید شته چې ټوله کورونه د دوی چې مستحقین دي هغوی ته موږ د کمک رسیدگی وکړو. بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی ریاست شهدا و معلولین بلخ، همکنون نزدیک به 20,000 معلول اعضای خانواده های شهدا و بی سرپرست در این ولایت نزد آنان به ثبت رسیده است. وزارت فواید عامه از تکمیل کار بازسازی جاده منتهی به 4 ولسوالی زابل خبر می‌دهد. به گفته مسئولان به هدف بازسازی این جاده به گونه اساسی پیشنهادشان را به دفتر رهبری امارت اسلامی ارائه کرده اند. این راه دشوارگذر و خراب که 95 کیلومتر درازی دارد، ولسوالی‌های شینکای، نوبهار، ادغر و شمرزو را با شهر قلات مرکزی زابل وصل می‌سازد. باشندگان این ولسوالی‌ها میگویند که از اثر خرابی این جاده هنگام انتقال بیماران و تأمین نیازهای زندگیشان با چالش روبرو هستند. دا د څلور ولسوالیو لار ده، دا دلته موږ بارډر لرو، دوریه د بادنی سره سیمه لرو، نن د دوریه اوس کرایې له موږ څخه 1500 روپۍ اخلي چې دا لار پاخته را جوړه کړي او جوړه سوې دا یو اندازه، بیا به انشاءالله تعالی موږ کرایې 300 روپۍ. دا لار خامه ده چې دا لار راته پخ سوې وای د پښوی د خولې څخه بیا تر زنجیره پورې، نو دلته ډېره وسایل راکړه، د ولسوالیو لار هم لنډېدل او ترانزیتي کارونه نه ورباندې کېدو تجارتي. اما وزارت فواید عامه از تکمیل کار بازسازی مرحله نخست این جاده خبر می‌دهد. به گفته مسئولان به هدف بازسازی این جاده به گونه اساسی پیشنهادشان را به دفتر رهبر امارت اسلامی ارائه کردند. د زابل ولایت له مرکز کلات ښار سره د څلور ولسوالیو شینکۍ، شملزایی، ادغر او نوبهار د نښلوونکو سرکونو د رغونې چارې د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس ټولګټو وزارت ته سپارل شوي دي چې د یاد وزارت د تخنیکي انجینرانو له لوري د سروې او براور چارې بشپړ شوي دي او د مالی لګښت د منظورولو په موخه د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله دفتر ته سپارل شوي دي چې د مالی لګښت له تمویل وروسته به د اساسي رغونې چارې پیل شي. مسئولان محل زابل همچنان می افزایند که با ساخت این جاده فراورده های کشاورزان و باغداران به موقع به بازارها رسانده خواهند شد که در تقویت اقتصاد مردم نقشی اساسی خواهد داشت. مسئولان محلی پروان از توزیع کمک‌های نقدی و زمستانی از سوی یک نهاد خارجی برای 300 خانواده آسیب دیده از رویدادهای طبیعی در این ولایت خبر می‌دهند. شماری از دریافت کنندگان این کمک‌ها می‌گویند با نزدیک شدن فصل سرما آنان نیاز جدی به کمک‌های بیشتر دارند. ریاست رسیدگی به رویدادهای طبیعی پروان میگوید که در پی سرازیر شدن سیلاب و رویدادهای طبیعی در سال روان خورشیدی در این ولایت حدود 10,000 خانواده آسیب دیده و به کمک‌های جدی نیاز دارند. به گفته رئیس این اداره پس از سروی و شناسایی تا کنون به دست کم 7,000 از این خانواده ها کمک صورت گرفته و این روند همچنان ادامه دارد. این اداره همچنان به همکاری مالی یک نهاد مددرسان خارجی برای 300 خانواده آسیب دیده از رویدادهای طبیعی و افراد نیازمند کمک توزیع کردند. آن عده همشهریای ما که از اثر حوادث طبیعی و غیر طبیعی به طور کلی متضرر شده بودند، حال به موعد مردم ما به همکاری مؤسسه آیوم کمک داریم که به فی خانواده 17,200 افغانی است و یک دانه هم بیک البسه است که تقریبا 20 نوع مواد دارد. شماره از دریافت کنندگان این کمک ها می گویند که با نزدیک شدن فصل سرما آنان نیاز جدی به کمک های بیشتر دارند و از مسئولان در حکومت سرپرست و نهادهای مددرسان خواستار کمک هستند. مردم بسیار مستضعف هستند، مردم بسیار ناتوان هستند، نادار هستند، خانه‌های مردم خراب شده است. در چیزی نیست که سرپناه آدم بشینه. دیگه امیدوار هستیم که مؤسسه محترم دیگه در مورد کمک های بی‌شایبهشان با ما مردم بیچاره زجر دیده کمک کنند. این کمک ها بر ما دیگه طور کافی نیست. بنده نیست 10 فامیل هستم، مایی هستم، چشم من نیست، پای من نیست.
دیگه این کمک ها کافی نیست. یک جان سپاس که کمک های مردم پیدا کنه. هرچند در هفته های پس این شماره از ولایت های کشور گوی توزیع کمک ها از سوی حکومت سرپرست و نهادهای کمک کننده داخلی و خارجی بود، اما به علت بیکاری و افزایش فقر و رسیدن سرمای زمستان نیازهای شهروندان کشور به این گونه کمک ها بیشتر شده است. شهرداری پل خمری از کار کانکریت ریزی 6 کیلومتر جاده در سال روان در این شهر خبر می‌دهند. به گفته مسئولان هزینه این پروژه ها 60 میلیون افغانی است که از بودجه این اداره پرداخت می شود. عبداللطیف مظلوم شهردار پلخمری از آغاز کار کانکریتیزی شماری از جاده های فرعی بر ارزش 60 میلیون افغانی در این شهر خبر می دهد. او می گوید که این جاده ها که در بخش های گوناگون شهر پلخمری موقعیت دارند 80% کارشان پیش رفته و در آینده نزدیک تکمیل خواهند شد. انکشافی بخش کې 80 میلیون افغانی بودجه چې قرارداد هم ورکړی دی چې د کم قراردادي په هغه کې دی چې هغه په دې کې 6 کیلومتره سړک دی په داخل ښار کې چې هغه فرعي سړکونه دي په مختلفو سړکانو باندې په دا شپږو ناحیو کې باندې استعمالي شي او په هغه کې یوه نقطه ده د قشلاق سړک دی څو تر عمومي چوک پورې. از سوی دیگر باشندگان شهر پلخمری میگویند که با تطبیق این پروژه ها تا اندازه مشکلات رفت آمدشان برطرف خواهد شد. همچون پروژه انکشافی و پروژه ساختمانی در کوچه ها و بازارها و شهرها را تطبیق میکنن. این انشالله به نفع مردم افغانستان و با آبادی وطن است. گل بود همیشه طرف مکتب میرن تقای خورد چون از سرک عمومی اونجا زام موتر زیاد بود و اینجا برایشان بسیار چی است آرام راحت میرسن چون حالی سرک خوب میشه و کانکریت میشه و برای طفلا هم و برای تمام مردم یک سهولت است. بسیار خوش است. زمستان یه لای بود موتر چیز پیاده روی که تیر شدن نمیتونست. در این منطقه یک این سرک لای میشد یک بل هرچند پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی روند تطبیق پروژه های انکشافی در این ولایت در حال عملی شدن است، اما باشندگان بغلان میگویند که باید روی پروژه های زیربنایی و فراهمسازی زمینه های کاری برای باشندگان این ولایت کارهای بیشتری انجام شود. فرماندهی امنیه ارزگان از کاهش جرم‌های جنایی در این ولایت خبر می‌دهد. در این گزارش ببینید. فرمانده امنیه ارزگان میگوید که به علت تامین امنیت مطمئن در این ولایت جرم‌های جنایی کاهش یافته است. مسلکی شدن پلیس و ساخت قطعات امنیتی ویژه در شهر ترینکوت مرکز و ولسوالی‌های این ولایت یکی از علت‌های کاهش چشمگیر دزدی‌های مسلحانه و دیگر جرم‌های جنایی گفته می‌شود. په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو هڅې دي الحمدلله چې ورځې مو له جنایي پیښو څخه تشې دي، اونۍ مو له جنایي پیښو او مشکلاتو څخه تشې دي. یعنی که درته وایم په اونۍ کې یا په 2 اونیو کې در یوې څخه بیا تر 2 پورې جنایي پیښې یا د جنجال په ترڅ کې یا یو بل غلا یا بل څه پیښه منځته راځي. زموږ مسئولین ډېر جدي په دې باره کې. در همین حال باشندگان این ولایت از مسئولان میخواهند تا در تامین امنیت مطمئن بیشتر تلاش کنند. د هرې ترخې پر ځای لکه سړی چې ولاړې موږ داسې ډاډمن یو داسې امنیت راغلی دی که د شپې مزل کوي که د ورځې ان شاء الله تعالی موږ ډاډمن یو د امنیت لارې هیڅ شی نشته، هیڅ مزاحمت نشته. جنایي جرمونه ډېر کم شوي دي. د پخوا حالات ته مثال لکه پخوا چې جنایي جرمونه وه اوس د هغه څخه ډېر کم شوي دي. ډېر امن دی، ډېر امنیت دی. در پخوا ډېر زیات ولس په امن کې دی، کور و کلی هر څه په امن کې دی الحمدلله. مسئولان در این فرماندهی همچنان می‌افزایند که در هفته روان کارزار پاکسازی موترهای شیشه سیاه و گردآوری آنتن‌های نظامی از موترها را نیز آغاز کردند. رسیدیم به پایان خبر ده. از همراهیتان سپاسگزارم. شب بخیر.